باور کنید اگر حالتی تعجیلی نمیشد نمی اومدیم. هیچ گپ نه. مادامی که عارف لازم شمرده است. حمام در کجاست؟ میخواهم دست رویم رو شویم. در یکم از مقابل. تشکر. التماس مرا ببخشید. هیچ به خود نمی آیم. هیچ گپ نمی شود. شما به حمام روید. اگر رفیقت تا صبح خانه رو به سر ما چپا نکنه از کجا او رفیقی من بوده است؟ نمیدانم، خودت گوی. در شعبه گفتم که تصادفاً شنا شدیم. حیاتی او رو نجات داده ای. کار نقل کردنی بودی؟ نه آخر یکون چیزی مهمی نبود. البته جانم، آخر تو سوپرمن کو. برای تو حیاتی رو نجات دادن کاری مقرر است. سامان با تو نمیزیبد. آخر یک دیوانه از پسش شده است. سلاح برآورد. بسیار ترسیده بود. چی؟ پشت گرداندن میرفتم ها؟ سامان تو به من باوری نداری؟ البته باوری دارم. خیر. درد میکند؟ مهم نیست. خیر میلش، با من اجازت. به شما شب خوش. خیر میلش. پنج سه کنی بینیم وقتی کی اومد نکنه. ای بچه ها وقتی که من پرتم یک چیز نیست. این سنگا با تو اونزی گرفتن. بچه ها برای چی بازی میکنید؟ اگر بولتا غالب آید هممون پهلوه میخوریم. اگر کارلس غالب آید ینگه به هممون همسیلی میپزد. امان کارلوس قربانی چشمانتون فقط بقلاوه میخوریم. لیک پلو رو از دست مده. کیسوله صبح 4-0 شده است. با خدا بوی آش و دماغم رسید. حالا باشد باز 1-6 آش خودش میآید. با پیش بچه ها. چیکار کردی؟ تو چیکار کردی چی شد؟ مسئله حل؟ زنی تو رو بداند به پرتای بداند. برادر ما کتاب این بازی رو نوشتیم میفهمی کتابش رو. خوش ساعتی چند آیم برادر؟ ساعتی چندی که خواهید. قربانت شوم. بچه ها میرویم اما نه برای باخت در نرد. آش را از تحت دل آماده میکند و ما مهمانش میشویم. نرد را از میان بردارید. راست میگه. به خدا راست میگه. به خدا راست میگه دکه. اما کمک با کجا میروید؟ من بدرون میدارم. ما ناخیر سرده. بیا گفتن آمده. نرست ما دراید. رو گوین میرویم. ببخشید او رو داشته نتوانستم. حاضر گرفته میبرم. گوش کن او مهمان ماست. رو. کی از ماست؟ کی از ماست؟ چی بر ماست؟ اکی عارف او کیست؟ با این نمکگیر شنا شدیم. از خودشان پرس. نمک جان شما کیستید؟ از کجایی؟ سوال نمی کنن. خاموش دخالت نکن. مرا حکمت میگوید. از این پس
درویشی این درگاهم. استغفر الله. اینطور نگویید. ما تاج سر ما هستیم. این آدم از کجا پیدا شد؟ با لباسهایش نگر در اینجا چیکار میکند؟ واقفی اسرار و حیران میفهمد ما را. آن کس که حیوان است نمیفهمد ما را. اکنون فهمیدی؟ این کمی برای وزنی آیا چیزی فهمیده ای؟ ما در دو جهان غیر خدایار نداریم، ما جز غم او هیچ دیگر کار نداریم. ای خدا! اینجا را به سیر تبدیل دادید. برادران، این انسان خوب از این پس هر وقتی که خواهد به اینجا آمده رفتن میگیرد، میخورد، مینوشد، کسی دخالت نمیکند. فهمو؟ ای خدای بزرگ. بابای حکمت کو دستتون را ببوسم. دستتون را دید. دستتون را دید. چای حربی چای بیار زودتر. زردی روی بهترینی رنگ است، زیرا که هم در انتظار آن لقاست. خوب شده است. حاضر. به شما واقعه رو نخل کنم اکرم. و علیکم السلام. هنگام عملیات اکا تشکر اکا. شما چه حال دارید؟ مرا محض به باغچه ما حاضر برآمده میتوانیم. مساعدیم. مایلش تا بازدید. بخیر است که؟ بخیر است بخیر. از اینترنت یک حولی دیده بودم. باغچه خوب داشته است. اگر نرخش درست آید برای ما موافق است. اگر عارف هم مساعد باشد رفتیم بینیم میگویم. میرویم بچه ها. البته میرویم. امک جان، پای قدم شما مبارک است. بیاید شما هم با ما روید. بخیر باشد انشالله. انشالله. اگه اینطور باشد من ماشین رو آماده کنم. ماشینت همینجا باشد. رفتیم زودتر. التماس از من نرنج. یک بار به خونه زده در اومدم. شد مهم نیست. آروم شو. با فکرم بین شما و عارف چیزی هست. این رو باز از کجا برآوردی؟ من روانشناسم. کس به مناسبت با انسان هست. اما با فکرم تو را دوست می دارد. حاجت برش نیست. من رشک نکردم. این طور باشد چرا عصبی شدی؟ چرا فکر میکنی که من عصبی شدم؟ آخر کار در حاضر میشکنی. آرام شو. با اجازت. شد این دفعه من جمع میکنم. هیچ گپ نی. من خودم. التماس دخالت نکن لطفا. تو رفته شین بس. صاحبی خانه در خارج است. خانه رو با من مانده رفت. سالی گذشته گاز طبیعی هم گذراندیم. اگر خدا نصیبی ما گردانده باشد این میز را زمستان به اینجا و تابستان به بیرون میبراریم. بعد سیخ کباب ها پسی هم کم کم ینگه فاطمه به ما آش پلاو میپزد. در باغچه سیخ کباب ها را خودم میگذارم. چای خونه چی؟ البته من میشم. خیلی خوب. مرحمت و میمون خونه. مایلش. این رو بین. میمون خانه رو بین دوستم.
به اینجا یک تلویزیون رکا حجمش 150. او دوستم تو مگر تالار کینو میسازی؟ در اینجا تلویزیون گذاشته جان فوتبال رو میگیریم. لکی جنابان گفته میمونم مادرید از من است. تو از زمین کارهایت نمونده ده من اشگیر از آن اینجا شادم میتر نه عارف باغچه‌اش هم زیباست. مرحمت. همه جای خانه زیبا. اکا باغچه رو بینا. باغچه نه میدان فروزه. اکا در اینجا میتوانیم 11 نفری فوتبال بازی کنیم. ظریف تو هم با ما یک جای اجاره میشینی یا این را با ما میفروشی؟ تو هم باید قرار بیا. برادران التماس بیاید اینجا رو گیریم. به خدا من اینجا رو دوست داشتم. امک شما چی میگویید؟ اینجا رو گیریم؟ گیرید این خانه را. گیرید. این خانه خوب است. پنجره دارد. 33 هم دارد. گیرید. 33 پنجره. 33 پنجره؟ اینش از کجا برآمد؟ پنجره نام کوچه است. 33 باشد رقم خانه. لیکن بنا کمی کهنه است. سوال نمیکنن. خاموش. کاردار نشو. در این ویرانه و خرابه ها چه پنهان است؟ نمیدانی، نمیفهمی. اینجا را گیرید. نرخ کرایه اینجا چقدر است برادر؟ 2500 لیره. 2500 باشد. شما ما را سخت پشیمان کردید برادر. شما چقدر میدید؟ ما از همه زیاد 1500 داده میتوانیم. کم است. این خانه به دستتان می آید. غمگین نشوید. من این خانه را برای شما نوشتم. بیاد میرویم. نصیب نبوده است. چی ایلاج؟ خانه ما میرویم. ینگهت انتظار. خیر بیرویم. تو باری. تشکر شما را تشریف دادیم. امک حکمت با ما بیایید. رفتیم. میرویم با ما میرویم. رفتیم امک رفتیم. تو بازدید. یک جای خوراک چی ها میگویی؟ من را انتظار شو عارف. به نزدیکیش وا میخوریم. همسیلی بیارید. قربانت شوم ینگه. دستت درد نکند. من میکوشم. معلش. بچه ها وقتی هجوم به خوراک رسید کری رفتیم. خاموش. برادر چی شد؟ چی شد؟ شام بخیر. شام بخیر. مرحمت گذارید. آمدنتان رو گفته بودند. خانم فیضیه هستید. بیایید گذارید. اکا شربت ریزم. فیضیه خوش آمدید. خوش آمدید. مرحمت گذارید. در اینجا شینید. شینید. ماشاءالله یا جایگی شما با چشم دشمن خار میخلاند. ما همین خیلیم در غم و شادی برابر. خدا حفظ کند. آمین انشاءالله. خداوند زیبایی را تا آدمان خراب نکنند تخریب نمیسازد.
به فکرم خدا محبتمان را زیادتر کند گویم درستتر است. همینطور نه اکای صالح؟ بله. پنجاه و چهار چرا نمیخوری؟ برادر شما رو خفه نکنم گفتم، اما به فکرم این خوراک مرا کمی ناتاب کرد. ینگه فاطمه برنج جوشانیده شده ندارید؟ برنج جوشانیده شده اینش باش چی خیل است؟ همین خیل برنج خالی از همون این خیل خوراک میشود؟ چرا نیاکه؟ آخیر برنج رو در آب جوشانده میدین کو؟ تنها برنجش رو میخواهم و خلاص. آش میبینیم لبه شما. ماشینی خواست آماده است. سلاح‌ها هم در داخل ماشین است. بسیار خوب. باز کارهای مهمتری داریم. تو باشی از پس یک نفر افتادی. کارهای شخصیت را از دعواهایمون بالا می‌حسابی. چی کار کردنم رو میدانم. از درون خبری گرفتیم. صدا رو به دیگر جا می‌فرستند. باید او رو براریم. در دست دشمن بودن او برای هممون خطرناک است. تو خواطر نشو. من هر دویش را حل میکنم. فایزه جان، از یک چیز من در حیرتم. چرا شما کسب مذاکره چی را انتخاب کردید؟ در حقیقت حکایه دراز است. هیچ گپ نه. وقتمان زیاد است. گوش میکنیم. پدرم یکی از روانشناسان مشهور ترکیه بودند آقای صالح. وقتی در درجه بالای کسبشان بودند او را تهمت کردند. دپرسیای وزنی را از سر گذراندند. شب مست شده به خانه آمدند. یک سلاح یافتند. من خواب بودم. به نزد رخت خوابم آمده نشستند. سرم را سیله کردند. من بیدار شدم. ناگاه چشمم به سلاح افتاد. فایزه جان، اگر برای شما وزنین باشد ادامه ندهید. میخواهم این را گوش کنید. هیچگاه فراموش نمیکنم. اوی، یا اینکه در حالت مستی به تو ضرر رسانید. کاش همین طور میشد. کاش به من ضرر میرسوندند. لیکن سلاح را به سر خودشان ماندند. در پیش چشمانم. مادرم پلیس را زنگ زدند. کمیسر به نام بابا جان آمد. آدمی بی تجربه. وی میخواست پدرم را آرام کند. اما او را به غضب آورد. پدرم اول کمیسر را بعدی آن خودشون را
اکنون میفهمید آقای صالح برای چی این وظیفه رو انتخاب کردم. هر جانی که در مذاکرات نجات میدهم برای من جانی پدرم است. شام خوشتان رو با نقل ناجایم ناراحت کردم. با اجازت. اجازت از شماست. کاش نمیپرسیدم. یگان نفر از پسی فیضیه رود. من میروم. پدر اکنون با راحت خواب میکنید. و شخصی که حیاتتان رو محو کرده بود عارف جزای آن کارهایی که با ما کرده بود میبیند. من هم در آنجا میشوم. تا که به راحت تماشا کنم. بالتن چای آماده است؟ بله بله آماده است. برای شما خودم آماده کردم. سردار زنگ میزند. بخیر است انشالله. بفرمایید سردار. خوب سراغش معلوم. حاضر می رویم. گروه 1 کار سر شد. بخیر است اکا چی شده است؟ جنایت صادر شد از بچه ها. وقت خیلی کم است. زودتر بچه ها می رویم. کنی بچه ها. آقای صالح سرم کمی درد کرده ایستاده است. من نروم می شود. خدا شفا بخشد. شما تو دم گیر. ما خودمون حل میکنیم. تشکر. عارفی که سبب مرگ پدرش شد و پدر من از این بدتر رفتار کرده است. چطور در نزد او نشسته میتوانی؟ نمیفهمم. مجبورم. تو هم مجبور هستی. باید سیرمان را آشکار نکنیم وگرنه همش برباد میشه. از دست دادن شخصی نزدیک را میفهمد. اون چیزی که برایش پرقیمت است از دستش میگیریم. سمن همه چیزی اوست. این طور باشد هدفی اولینمان سمن. رفیقانش را هم این چونین. آبرویش را نیز مثل سگ دیدو میشود. حالا مایلش زود میآیم. عملیات برآمده است. باید روم. بعد وا میخوریم. تو بازدید. شاهین با آذر چیکار کردی؟ حل کردم. از نظارتخانه برآوردم. او هم خودش را پوره به بازی داده است. هیچ گپ نیست. باز بهتر. عارف هم باور کرد. چه واقعا؟ شخصی با نام رفیق به خانه سردارش در آمده است. جشن زادروز است. نام سردارش شجاعت کریم. تاجر مشهور است. وقتی محافظان دخالت کردند او را از پایش زخمی کرده است. محافظ را به بیمارخانه بردیم. حالش خوب است. خوب. فهمم.
کارلوس برای خدا جای مناسب یاب. خوب شده است. رفتیم بچه‌ها میرویم. زودتر برای قاتل خدا ایستو در نپرو مرا قاتل کردی مرا محو ساختی اکنون جزای عملدار میکشی باز نپرو بایش میکنم بیکوش کمد در اینجا چی کار میکنی؟ این به ناموس را پشتیبانی میکنی کارلوس وضعیت چخیر؟ شخص شبهناک می نماید. برای پرانده موافق است. فرمان را انتظارم. خوب انتظار باش. شما اینجا باشید. خوب شده سکه. تو را بیکوشم ها؟ برادر رفیق دوستم من سرکمیسر صالح اگر اجازت دی به نزد روم. در اینجا چی کار میکنی؟ این بین ناموز رو پشتیبانی کردنی؟ گفتگو میکنیم. میبینی؟ سلاح ندارم. من 15 سال است که در فابریکه این آدم کار میکنم. 2 ماه قبل دکتران در من بیماری سرطان را یافتند. این بینام 3 سال است زورته مرا نسپاریده است. کسی طبابتم نمیکنه، پولم ندارم. با گناهی و عائله‌ام پریشان شده است. با سر این خیل سردار رو میخ بکوبم او را پرانه میگویم. در رفت عملیات تیر خطا رفت میگویم. این آدمان خونخوار 3 تنگ زیادتر کار کنم گفته با حیات آدمان بازی میکنن. ناپکارها. اما چیکار میکنید؟ اگر خواهید به حربی زنگ زده به اینجا آوردن چای را فرمایش میدیم. ببخش عارف، ببخش. چرا دهانی مرا میکابی از برای خدا؟ این نابکار نه ناموس دارد و نه شرف. حاضر همه کارهای افلاسش نمایان می شود. آن کارهای چرکینش چند بار تکرار می کند. آخر او دیوانه است، اهمیت ندهید. نپرو. چیکار میکنی رفیق؟ آرام باش. نزدیک نشو کمیسر، او را میپرانم. نپرو. بیا مصلحت میکنیم. سردارت پول میدهد و تو سغورتا میگیرد. انا بد تبابت میکنی؟ آخر من تنها نیستم. مثل من چندین نفر بیمارم. این بیناموس چندین خانه ها را سوزانده است. سالهای دراز نفس گفته به درونمان زهر کشیدیم. او باشد پولها را جمع کرده زنبازی کرد. درست است ابله. کنی ابزم درست است. بازارو پولها رو خوردم. درست است. با گردن میگیرم. این آدم چی میگوید؟ چیزهای شنیدم راست است؟ دمات رو گیر. خدا جزایت را دهد. به این هم میدونستم. همیشه شبه داشتم. مگر حاضر وقت همین هستی؟ با کاتیبه‌اش هم علاقه دارد. چی؟ بله. رفیق از برای خدا آرام باش. خدا جزای همه تو رو دهد. باز شر نداشته به خونه من میوید؟ شین بجایت شین. تو هم گذر شین. گذر. آرام باش رفیق. آرام باش آرام. چه حال داری در سرت گذاشت؟ دارو کمی تاثیر کرد. برای خوراک تشکر. از شما خیلی منت دارم. سلامت باشی. همه وقت انتظارم. شما زحمت نکشید. من خودم میروم. خیر شبی خوش. شبی خوش. Самое сладкое удовольствие.
رفیق مرا گوش کن. با فکرم تو آدمی با ایمانی. درست میگویم؟ الحمدلله. اینطور باشد نقص میدانی که این کارت خطاست. از تو یک چیز میپرسم، با من راستش را گوی. تو بار خواسته ای که شخصی نباید زندگی کند راستش را گوی. من نیمه حیات خود را برای نیست کردن قاتلان کودکان سپری کردم. برادری عزیز راستش را گوی. خواسته ای یا که نه؟ تمام قبول دارم. خواستم. انا من هم میخوام که او بمیرد. خواستن و کردن از هم فرق میکنند. من خواستم ولی نکردم. اصلا برای سر نفری به سلاح نگذاشتم. این گونه آدمان حقوقی زیستن ندارند. خوب من یک سوال میدیم. آیا ما حق داریم که زندگی کردن یا نکردن کسی را معین کنیم؟ جواب ده. حق داریم یا نه؟ لطفاً با فرزندان ما رحم کن. هرچی خواهی وعده میکنم اجرا میکنم. التماس ببین تو مظلومی. اگر به این آدم زیان رسانی همچون ظالم وفات میکنی. به من بگو همچون مظلوم و یا همچون ظالم وفات کردن میخواهی؟ تمام حیاتت را با ایمان گذراندی. اکنون قربان غضب مشو برادر. بیا دست کش. گناه است آخر. آخرتت را از دست مده. به امانت خیانت مکن رفیق. من تو را در حبسخانه میکشم. پوشیده میمونی. حالا ببینید چون نیست میکنم. این کارت به جواب نمیموند. نیست نابودت میکنم. نیست نابود. تیزتر این را با شو ببر. زودتر. فهمیدی؟ پوشیده میمونی. دیگونه نکن برادر. باست رو زیری پا نکنم. بالتا شد. دستت را گیر. آرام شو. او را به حالش بذار. از مولا چیکار میکنم؟ میبینی شاید میره. آرام شو. مرا سرده اکا. نکن آرام شو. سرده. در جایت ایستا. آرام شو. چیکار میکنی؟ خوش میمونی عزیز. باوری دارم که با گفته های این دیوانه اهمیت نمیدی.
عصبی نشود گفتم بگردم گرفتم وگرنه تا چی درجه انسانی با ناموس و با شرف چیکار کردی همه شما خیلی خوب می‌دیدید خیلی خوب میره آرام شو آرام شو گفتم یا خدایا نامرد نفرون خانم سلاحتون رو پرتای سلاح را برده را از این بدتر شو مور یاری تجدیدی لازم زود باشد با تو چی شد؟ التجا میکنم ما رو ترک نکن خدایا با او کمک کن خیلی خوب به خوبی انجام این حالت رو تنها خودم همین خیلی برادر تشکری زیاد با خیر است که خورسلمی نمویی همون کرایه دهنده زنگ زده بود خیر با صاحب خانه گپ زده است از تعیینات مخصوص بودنمون رو شنیده هر قدری که خواهن ایستند هر قدری که میخوان مبلغ دهن گفته است خیلی خوب خیلی خوب بوده است خدا توفیقش دهد خدا از او راضی باشد آخر امک حکمت گفته بودند این خانه را با شما نوشتم ای خدا انسانی مبارک را بینه در خدای مبارک بوده است سومن هم خواطر بود است من خبر رسانم از نام ما هم سلام رسانم عارف باشد دیرتر گپ میزنیم حالا باشد با من بیا در این زمان بایدان کس باور کردن نمی‌شود. درست میگویی. درست. بسم الله الرحمن الرحیم این چیز زودتر گذارید زودتر امک بیایید زودتر میدانم که همه شما مانده و خسته شده اید لیکن برای خدمتی وطن و ملت وقت و ساعت نباید بهانه شود یک گروه تروریستی نقشه بزرگی کشیده است کنسول‌ها را زیر هدف قرار دادند باید پیش راه آنها را گیریم اما جای خودش رو بیار گروه تروریستی باز یک نقشه دیگر کشیده است در عرفه عملیات بزرگ قرار دارند هدف آنها ترکاندن سفارتخانه‌های خارجی می‌باشد خانه‌ای که شما باید با آنجا حمله کنید مرکزی نقشه‌کشی آنها می‌باشد تمام نقشه‌های عملیات محض در همین خانه ترتیب داده می‌شود خانه را خوب محافظت می‌کنند
در درون 5 نفر سلاح بدستند. آنها مثل ربات هایند. تیارند در این راه جان خود را فدا سازند. تصمیم گرفتند که عملیات را صبح انجام دهند. ما باید در وقت خوابشان حمله کنیم. در امان خداوند باشد. پلیس ها خزر، پلیس ها آمدن، زودتر خزر. پلیس ها در نزدیک در می باشند، می آیند. خزر، پلیس ها آمدن. خزر میگویم زودتر شوید، بیدار شوید. آخیر کنید زودتر. کنی همه جای خودش رو گیرد. آدم که آمدند از آنها را خوش آمدن میگوییم. کنی همه جای خودش رو گیرد. نزدیک در رک شده مونید. زاد رفیقان می رویم. خداوند مددگارمان باشد. یا الله. رفیقان اینجا دام گذاشتند. احتیاط باشید. آنها انتظار ما هستند. همش را فهمیدم. فهمیدیم. وقتی که به خانه در اومدن همه اونها رو پرونه. نفری از اونها نباید زنده مونند. فهمیدید؟ باید کامپیوترها را نیست کنم. شما اونها را آواره کردن گیرید. مایش